چاپلوسی ناروا است. خود در حق والدینتون چقدر که کرده میتونین بکنین، چقدر که کرده میتونین. دستایش بوسه بکنین، پایش بوسه بکنین و برش بگو که در حق ما دعا بکن. این مسئولیت دینی موضوع است. مفتی که به جنت میره، مفت دعا را میگیره و دعای والدین را رب العالمین رد نمی کند، ردش نمی کند. بنان کسایی که زنده هستند چنین کاری بکنند. از آنانی که وفات کردند یک بودجه را اختصاص بکنند. بگو اینک خرما خریدم به خاطر از اینکه یک مسلمان او را بخورد، او را بتن تنظیمش بکنه. هرگاه تو به نام والدینت که وفات کرده اونا سخت محتاج هستند. و یک وقت ما تو هم محتاج میشه. اونا انتظار از این میکشند که کسی برش دعا بکند. ما و تو هم یک روز محتاج میشه. پس تلاش بکنین که چیز را برای والدینتون بفرستید و بهترین وقتش است، بهترین زمانش است. این پول برای ما و شما نمیماند، این عمرم به ما تو نمیماند. خوبی های که اونا با تو کرده، پیشاب تا پاک کرده. تو آماده هستی که پیشاب کسی را پاک بکنی؟ ولی او از تو را پاک کرده. شب برات خیسته و به گریان تو جواب داده است. تو آماده هستی که چنین کاری بکنی؟ انگامی که مریض می شدی آنقدر جگرخون می شدن که اگر تو آلی صاحب فرزند هستی با خودت بیا که تو به فرزندان چقدر جگرخون میشی. سر تو جگرخون شده به خاطر تو نمازش را قضا کرده، والله به خاطر تو گای حرام خورده، والله به خاطر تو کار ناروا را انجام داده است، به خاطر تو دشمنی کرده، به خاطر تو دوستی کرده. بنابراین حق از اونها بیشتر است. لطف بکنین در ماه مبارک رمضان یک سلسله خوبی ها را مشخصا به اونها بدین و کوشش بکنین که الله اونها را ببخشد، الله درجاتشان رفیع بگرداند، الله سختی هایی که با اونها روبروستند الله او را برش ببخشد. خداوند متعال توفیق مزید عبادت رو نصیب ما و شما بکند. رب العالمین مشکلات دنیا و آخرت ما و شما را الله حل بکند و این رمضان را خداوند متعال وسیله تکفیر گناه های ما و رفع درجات ما بگرداند. خدای ما عاجز هستیم و ناتوان هستیم، تو رحیم و مهربان هستی، ما را ببخش
و توفیق عبادت را نصیب ما بگردان. و صلی اللهم صل و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.